مردم من دارم به شما میگم این مذاکرات از توش ضرر در میاد که سود در نمیاد. به خدا ما خیر شما. من مطمئنم امیرالمومنین داره راه خوشبختی رو به ما نشون میده. میگه ببین حاجتت خفیف باشه نباشه بازیت میدم. راه خوشی در دنیا اینه که حاجاتت خفیفه باشه. حاجاتت خفیفه یعنی به جای اینکه جبرهای بیرونت رو هی بیای حل بکنی، مشکل درونت حل کن. تمام تحولات بیرون میاد تحت مدیریت تو و میدونید تحولات بیرونی را مدیریت کردن یکی از خوشی‌های دنیاست. حاجاتم خفیفه یعنی به جای اینکه توقعت رو از بیرون زیاد کنی از درون کم کن. الان دیگه میبینید انقدر توقع از بیرون زیاده، برای طرف مهمونی میگیرن، کرم کارامل درست میکنن، همه چی هر کاری درست میکنن، آخرش یه جا مثلا به پاش خوب بلند نشده، کل مهمونی تحت شعاع قرار میگیره، چون بالاخره یه جا یکی به پات بلند نمیشه. بیرون رو نمیشه کنترل کرد، بیرون یه جا ناخوشی هست. حاجات هم خفیفه، از درون مشکل حل کن بره تموم میشه بره. ببین حاجات خفیفه یعنی این. یه دفعه یه پیرمردی توی اتاق تکیه بده بگه وزارت خارجه 50 تا کار میکنه حالا یکیش هم مذاکره. ببین داره با زانوش حرف میزنه انگار. این روحیه تو کشور ما بود، به نظرتون چجوری مذاکره شکل میگیره؟ بابا ما هر کاری میکنیم اینو بترسم میگه هی بابا میخوای برم. حاجات هم خفیفه یه دستور سیاسی فوق العاده است. واسه ببینیم چی میشه. حالا آقا در مذاکرات بسته میشه، بسته باشه خودمون درستش میکنیم بالاخره. بابا اینا دیگه کیه؟ راه خوشبختی رو بلدن، ولی این شکلش نیستا. مردم من دارم به شما میگم این مذاکرات از توش ضرر در میاد که سود در نمیاد. به خدا ما خیر شما میخوایم. چرا؟ چون با حاجاتهم خفیفه نمیرن سمت مذاکره. میدونی اگه مردم ما حاجاتهم خفیفه‌ای زندگی میکنن برای دنیا شرط میذاشتن، نه اینکه ببین آقا مذاکرات چی شد، چقدر اومد پایین، بالاخره چی شد. خب بدبخت میشی. میدونی چیزی بدبخت میشی دیگه. اما تصویر کنم چی میشه الان. اولش خبرها میاد مذاکرات خوب، بعد سریع هم دلار میاد پایین. ببین هر اتفاق نیفته چرا باید بیاد پایین؟ پس معلوم میشه اون بالا بود دست یکی دیگه بود. میاد پایین بعد تو خوشحالی. چرا؟ چون حاجاتت خفیفه نیست. میاد پایین بعد یه دفعه شرط شرافتی میذاره، چون تو هم تو ضعف دیده دیگه، سوریت هم که گرفته دیگه، مردمت هم که میبینه همه گوش دارن میجنبونن ببینن خبر چی میاد بیرون تا قیمت تخم مرغت معلوم بشه. یه دفعه میگه شرافتت باید اینه که موشکیت هم بدی. یک آدم با شرف پیدا بشه بگه نه من موشکی نمیدم. نمیدی؟ اینی که آورده بودم 70 میکنم 150. خب بفرمایید بازاری چی فکر میکنم؟ مذاکرات خیلی مهمه. برای کشوری مذاکرات مهم باشه یعنی چی؟ یعنی بیا سر منو ببر. من دنیایی دارم حساب میکنم. خب یکی قلق این کارو به دست آورده باشه نمیکنه این کارو، همین هم میکنه. میگی نه خب باش نگاه کن.